خب حالا ما میخوایم آستین رو ببافیم. برای بافت آستین ببینید یه تیکه، شما حساب کنید تیکه جلو دور مچتون میذارید، به این حالت کیپ میگیرید. الان همین تیکه جلو که 30 تا دونه است، نگاه کنید دور مچ منه. پس من اینو میذارم کنار، شروع میکنم با این نخم، چون همه رو با این رنگ شروع کردم، با نخ استادم 30 تا دونه سر میندازم، زنجیر میزنم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. خب 30 تا دونه سر انداختم. دوباره مثل اون یکی تمام دونه ها رو در میارم. خب ببینید من آستین رو تا اینجا بافتم. حالا باید دونه بهش اضافه کنم. بهتون اندازه میدم. ببینید حدوداً 8 سانت من بافتم. حالا اضافه کردنش رو بهتون نشون میدم. خب من میخوام برای آستین یه دونه از این ور اضافه کنم، یه دونه از اون ور. ببینید دونه اولم رو اینجا هست، این رو میزنم، یه دونه نخ میندازم روش. نگاه کنید مدلم رو میبافم. ببینید اول این نخ رو کیپ میکنم، اصلا اینجا میندازم، اینجا یه دونه میندازم بعد از دونه اولم. خب این بافتم رو ادامه میدم. آخرم یه دونه مونده به قبل. تا آخر میرم به شما نشون میدم. حالا بهتون میگم که چند تا دونه بعد اضافه شه. چجوری باید بفهمید که چند تا دونه اضافه کنین. الان اینو بهتون نشون بدم، بعد بهتون میگم که چند تا دونه بعد اضافه بشه. روی اندازه‌ای که داره هر چند تا دور باید اضافه کنیم. اینجا خب این الان دونه آخرمه، یه دونه سر میندازم و اینجا این ژوته‌ای که میزدم. خب حالا که برمیگردم با اونم مثل یه دونه رفتار میکنم دیگه، با اون که مثل ژوت است. نگاه کنید و دونه ها الان به جای 30 تا شد 32 تا. 30 تا دونه بود، 2 تا یکی از این ور یکی از اون. برای آستین از هر دو طرف باید اضافه کنیم. حواستون باشه یادداشت کنید آستین اول رو که بدونید مثلا چه جوری اضافه کردید، رج چندم اضافه کردید، چون این دو رنگه شمردن رجا براتون خیلی راحته که دوتا آستین دقیقاً یک اندازه بشه، یکی گشاده که تنگ نشه. حالا این دورو که برگردوندم الان بهتون میگم که چجوری حساب میکنیم که چند تا دونه میخوایم برای حلقه، یعنی چند تا دونه بعد اضافه کنیم. خب ببینید من الان اینجام. حالا میام یه دونه از تکه های جلومو میارم سمت حلقه شد. نگاه کن این حلقه است. خب این تعداد دونه هاییه که من دارم. ببینید من اینجا روی حلقه میخوابونم این رو. نگاه کنید. خب اینجا چند تا اضافه است؟ 1 1 2 3 4 5 6. خب 6 تا رو از 32 تا کم کنم میشه 26 تا. خب من 26 تا دونه برای حلقه میخوام. پس 26 تا برای هر طرف حلقه، یعنی کلاً 52 تا دونه میخوام. الان دونه های من 32 تاست. خب 30 تا بوده، اصلا تا 52 تا حساب کنیم. 22 تا دونه من بعد اضافه کنم، یعنی 11 بار من باید دونه اضافه کنم. خب برای اینکه این 11 بار
دونه رو اضافه کنم، من اندازه آستینم رو هم زدم. مثلا اندازه آستین من هست، چون میخوام یه لبم بهش بدم، این لبه رو هم حساب میکنم با اون لبه، مثلا یه 2 سانت به اندازه یه دونه است دیگه میذارم. حالا اضافه میکنم. این الان اینجا شده 8.5 سانت، درسته؟ اصلا از 8 سانت بگیرم اینجا که دونه اضافه نکردم. 8 سانت اینجا دارم، 1 سانت هم اونجا. حساب کنید میخوام حاشیه بزنم 9 سانت. خب حالا 9 سانتش رو اینجا دارم. من برای آستینم 58 سانت میخوام، اصلا 59 سانت میخوام بزنم. 50 سانت باید ببافم. 50 سانتی که بیشتر از این 50 سانت دیگه بعد ببافم. حالا این 50 سانتی رو که دارم میبافم، قد آستینم هر چقدر که هست، میخوام روی مثلا تا اینجای دستم بیاد، رو مچ بیاد، اینجا بیاد، هر جایی که هست اندازه آستینتون رو بگیرید. خب این رو ازش کم میکنم، 8 سانت و 9 سانت رو کم میکنم، 1 سانت هم حاشیه است. حالا حساب میکنم که این 22 تا دونم رو من هر چند دور یه بار بعد اضافه کنم. خب هر کدوم از این رجا حدوداً 1 سانته. خب من 1 سانت برای این رجا بگیرم، 50 رج دیگه من باید ببافم. خب این تعداد رج همو که میخوام ببافم 22 تا اضافه کنم، هر تقسیم میکنم. الان بهتون میگم. خب ماشین حساب رو باز میکنم. اینجا 50 تا رج باید ببافم، 22 تا دونه باید اضافه کنم. یعنی اگر من 50 رو تقسیم بر 4 بکنم، تقسیم بر 4، پنجاه تقسیم بر 4 میشه 12.5. خب 50 رو همین کار میکنم. ببینید هر سه رجی که میبافم الان روی نارنجیه، ببینید روی اینه. خب یه دور قهوه‌ای رو میزنم، یه دور نارنجی رو میزنم روی قهوه، یه دور رو قهوه اضافه میکنم، یه دور روی این. پس هر 3 دوری که من میبافم یه دونه میام از این طرف و یه دونه از اون ور اضافه میکنم. من مجموعاً بهتون نشون دادم که اندازه بگیرید ببینید که چند تا میخواید. خب نگاه کن، اون دونه رو که اضافه کردم اینجا بافته میشه. الان این شد 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 و 32. این 2 تا اضافه شده. خب این رو میبافم. خب من 3 دور بافتم، دوباره میام 3 رج علاوه بر اون دوری که اضافه کردم، یعنی دوباره رج 4م من میام اینجا دونه اضافه میکنم. خب این دونه رو که دارم اینجا یه دونه ژوته میزنم و بافت معمولیم رو انجام میدم.
پس هر وقتی که دونه اضافه میکنم 3 رج رو میبافم، رج 4م رو دوباره دونه اضافه میکنم تا به اون تعداد دونه هایی که میخوام برسم. یعنی دونه های من بشه 56 تا. 52 تا معذرت میخوام، اشتباه گفتم. 52 تا که شد میشه تعداد دونه ها. خب اینجا قبل از آخری یه ژوته و بعد برمیگردیم. پس اضافه کردن دونه رو هم یاد گرفتیم. پس دیگه خود این آستین رو انقدر میبافیم تا به اون تعداد دونه ها برسیم. 52 تا که رسیدیم دیگه با اندازه قد آستین کار داریم. اول 52 تا بشه، بعد ببینیم قد آستین به کجا رسیده. اگه کوتاه بود یه کوچولو ادامه میدیم، اگه اندازه بود که شروع میکنیم حلقه رو. بعد ببینید بچه ها اندازه آستین رو از زیر بغل بگیرید، حواستون باشه از بالای آستین نگیرید، چون زیر بغل ما باید دونه کم کنیم دوباره. 52 تا برای کل آستین میخوایم. پس 32 تا بود، الان شد 34 تا. هر چند دوری که اضافه میکنیم 2 تا اضافه میشه. خب اینو انقدر میبافیم، ببینید از هر دو طرف داره دونه اضافه میشه. اینو انقدر میبافیم تا زیر بغل برسیم. به زیر بغل که رسیدیم برمیگردیم. خب ببینید بچه ها، اضافه کردن آستین رو من اینجا بهتون بگم. الان من رسیدم به اندازه بزنم ببینم دقیقاً چقدره. همیشه اندازه هاتون از روی یه لباس بافتنی که دم دست دارید بزنید تا زیر بغل ببینید چند سانت باید داشته باشید. من کل اندازه‌ای که برای آستینم میخوام یه چیزی بوده 57 سانت، چون یه لبم اینجا میخوره، 2 سانت لبه میخوره، 57 سانت میخوام. الان 40 سانتش بافته شده. خب این 40 سانتی که بافته شده 17 سانتش مونده. من حالا یه 2-3 سانت هم میرم بالا، یعنی 3 دوره دیگه میبافم، بعد زیر بغل رو کور میکنم. اضافه کردنش رو به شما میگم. ببینید بچه ها، ما میایم اول بهتون یاد دادم که چجوری دونه هایی رو که برای زیر بغل لازم دارید به حلقه میخواید بدوزید چند تا باید باشه. خب اونو که بهتون فیلمش هم گرفتم. حالا برای اضافه کردن اون تعداد دونه رو در نظر میگیریم. 4 رج اول، یعنی من 4 تا رج نارنجیم رو دارم میشمارم. ببین 1 2 3 4 تا اینجا که بافتم ساده، هیچی اضافه نمی کنم. از این به بعد هر 3 دوری که میبافم رج 4 رو اضافه میکنم. 3 دور یکی، 3 دور یکی، 3 دور یکی. ببین اینا همه اضافه شده هاست، قشنگ معلومه. بعد که اومدم این بالا، حالا اینجا نگاه میکنم چون اینجا قسمت بازوه، به اینجا که میرسیم اینجا نگاه کنید. من بخوام دلاش کنم باید یه همچین شیبی رو بگیره. خب اینجا کم کم اضافه شده، اینجا که میاد بیشتر باید، یعنی فاصله اضافه شدن ها باید کمتر باشه. اینجا هر 3 دور بوده، اینجا هر 2 دور میکنم. حتی اگه لازم باشه، اگر برای بازوی من این قسمت تنگ باشه، من باید هر دور اضافه کنم. انقدر اضافه میکنم تا اون پهنایی رو که میخوام برای بازون به دست بیارم. حالا شما اگر نختون نازک باشه هر دور هم شاید مجبور بشید اضافه کنید. اینجاها رو فاصله هاش پایین بیشتر باشه، این بالا که میاد فاصله هاش رو کمتر کنید. الان من چند دور مونده این رو اضافه میکنم، به اون سایزی که خواستم رسید برمیگردم و کور کردن رو به شما نشون میدم. خب تعداد دونه های من اینجا 58 است. حالا من میام و حلقه رو میخوام اینجا آموزش بدم که چجوری حلقه رو ببافیم. ببینید برای حلقه عین خود آستین، ما برای حلقه جلو
8 تا زدیم برای معذرت میخوام 7 تا زدیم برای حلقه پشت 6 تا زدیم. الان 2 تا آستین ما داریم عین خیاطی. یکی از آستینا رو الان من میخوام اینو ببندم. ببینید مثلا این تا میشه، این میشه قسمت پشتم، این میشه قسمت جلوی آستینم. پس این ور من 6 تا کور میکنم، اون ور 7 تا اول کور میکنم، یعنی دقیقا عین همون. خب این الان یکی، این الان 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. ببین دستم هم اینو شل میگیرم، 6 تا، چون این پشت آستینمه. خب حالا این رو بافتم رو ادامه میدم عین همونی که بود، همون بافتی رو که دارم ادامه میدم تا برسم به اون. چهل و 1 سانت تا اینجا من بافتم. خب این یادتون باشه 17 سانت دیگه بعد ببافم تا به تاج برسم. یادتون باشه این بافت ما کشسانی خیلی کمی داره، یعنی شما نمیتونید بگید که خب این کشش میاد بافتنیه، پس من حالا اینو مثلا مچشو اگه 20 تا دونه میخواد من بیام 15 تا بزنم. شما رو مثلا 2 تا دونه کشش حساب کنید، 3 تا دونه، 3 تا دونه هم به نظرم برای زیاده، روی همون 2 تا دونه کشش حساب کنید. اگه خواستید مثلا خیلی کیپ باشه که فکر میکنید گشاد میشه، این مدل اصلا گشاد نمیشه، توی شستشو توی استفاده اصلا گشاد نمیشه، اینم بهتون بگم. خب من میرسم اینجا 7 تا دونه رو بعد کور کنم، 1 2 3 4 5 6 7. پس این یه دونه رو میبافم، اینجا رو شروع میکنم کور کردم. ببینید میام تو این، نه با بعدی بزنم چون فاصله میافته بینش، چون میخوام برم اون ور. خب این دوتا رو با هم گرفتم، از توی این رد میکنم، گفتم دستم رو شل میگیرم تا آخر میرم. ببینید 7 تا دونه من کور کردم چون این قسمت جلوی آستین. خب اینجا رو من قیچی میکنم، نخم رو در میارم. حالا چون نخم نارنجیه این نخ نارنجی رو میگیرم و از این ور برمیگردم. میتونستم اینم نگه دارم از اینجا بکشم ولی نمیخوام اینجا نخ آویزون باشه، به خاطر همین قطع کردم بچه. خب این رو یکم بلند میگیرم که حالا اولی رو گفتیم تک میگیریم، بقیه رو دوتا دوتا. این نخ رو اینجا میکشم کیپ بشه، ولی اینا رو با سوزن از تو بافت رد میکنیم، اصلا هیچ کدوم دیده نمیشن. حالا وقتی داریم وصل میکنیم تیکه ها رو به هم دیگه من اینا رو بهتون نشون میدم. خب ته این رو میگیریم. خب ما 7 تا کور کردیم، 6 تا کور کردیم برای حلقه جلو، 7 تا حلقه پشت، 6 تا. حالا میایم بعدش اومدیم چیکار کردیم؟ تک تک یه دونه یه دونه کور کردیم. حالا همین کار میکنیم، داریم میبافیم میریم بالا. هر دور ما قبلا هر دو دور بود البته، این آخر رو اضافه میکردیم، حالا کم میکنیم. میخوایم یه هلال داشته باشه این آستین ما، یه هلال رو به بالا داشته باشه.
وقتی که داریم بافتنی میبافیم بچه ها، داریم آستینش رو میبافیم، هیچ وقت آستین رو انقدر کم نمی کنیم که مثلا به یه دونه آخر برسیم، اون آخر با یه دونه کور کنیم. اون آخر یه خط صاف باید بمونه. حالا من بهتون نشون میدم که برای قسمت سرشونه لازمه. اگه ما همه رو بخوایم، خیلی ها این کارو میکنن، شروع میکنن از حلقه دونه دونه گرفتن، حتی میگن که نه اون آخر 3 تا دونه فقط بمونه. اصلا این کار درستی نیست. عین خیاطی، شما چجوری حلقه رو، آستین رو وقتی توی میدوزید اون قسمت بالای خط صاف باید باشه، شما اون بالا هم بعد همین کار بکنید برای قسمت تاج آستین. خب حالا بهتون یاد میدم که اگه بخواید تاج برجستن باشه چیکار کنید. خب اینجا حالا من دوباره اول کار باید یه دونه کم کنم. خب یه دونه از اینجا کم کنم، یه دونم از اون ور کم کنم دیگه. تمام این چیزام یه دونه ای. همون بافت خودش رو میرم با این دونه اول میگیرمش. این نخو فقط نگاه کنید، این نخ رو اینقدر آزاد میکنم که اینجوری راحت باشه، نکشه این رو، چون اونو میخوام بذارم توی دوخت، بعدن بذارم تو دوخت این قسمت که اصلا دیده نشه. خب همون بافتم رو میرم، این دوتا رو با هم گرفتم دیگه. من همون بافت رو میرم تا برسم به آخر. روی میز هستم، نمیتونم میگم دیگه، به خاطر نمیتونم تون ببافم چون میخوره به دوربینم. قد بلنده. نگاه کنید الان رسیدم به دوتای آخر. خب به دوتای آخر که رسیدم اینو میبافم، دونه آخر رو هم میگیرم از توی این رد میکنم. دیگه لزومی نداره نخو اینجا کات کنم چون با همین یه دونه میتونم برگردم. ببینید برمیگردم. اینجا پله نمیشه دیگه. حتی میتونم یه کار دیگه هم بکنم برای اینکه این پلم از بین بره کلا، چون یه پله کوچولو شد. برای اینکه اصلا این پله هم نداشته باشه، ببینید این کار میکنم. این دونه رو که گرفتم یه دونم از اینجا میگیرم. ببینید اینجا اینو میگیرم، این و این، که اصلا دیگه پله نشه. حالا این دوتا با اینو توی دوخت وقتی حلقه رو دارید میدوزید خودش رو نشون نمیده چون میکشیم با دست. من بهتون میگم که حالا میگم رسیدیم اونجا بهتون یاد میدم که چجوری اینا رو به هم دیگه وصل کنید. خب اینا رو همه تا آخر میارم، همین کار رو ادامه میدم، دوباره برمیگردم. خب ببینید بچه ها الان اینجا بلندی که میخواستم به دست آوردم. آستین من باید 60 باشه. نگاه کنید این الان 58.
2 سانتم که برای اون حاشیه است. الان یه کوچولو هم که اینجاست. اینجا 12 تا دونه مونده. این 12 تا دونه رو همه رو با هم کور میکنم. حالا اگه این 12 تا بیشتر بود اینو تو 2 قسمت کور میکردم، مثل حالت سرشونه، یا تو 3 قسمت. ولی الان 12 تاست برای اون قسمت سرشونه لازمه. ببینید به این شکل. گفتم حتما شل میگیرم. ببینید وقتی یه جایی رو مثلا سرشونه رو شما کور کردید، مال آستینا با نارنجی بوده دیگه، همه رو با نارنجی کور میکنید. خب اینو الان من کور کردم. یکم نخو بلندتر میگیرم، قیچی میکنم. خب حالا ببینید اینو میخوام بهتون بگم. الان این طرف رو من هر دور اول که اینجا 6 تا اینجا 7 تا اینو علامت زدم که این جلوی آستینه. نگاه کنید چون گودی جلوی آستین بیشتره. خب من اینو 7 تا کور کردم. دور اول که هر دو طرف رو ما کور کردیم، هم این ور رو کور کردیم هم این ور رو کور کردیم. حالا دورای بعد این وری بزنم که کلش معلوم بشه. ببینید دورای بعد من این طرف کور کردم، این طرف دونه جا گذاشتم، این ور کور کردم، این ور دونه جا گذاشتم. چون یه دونه بود دیگه ارزش این که یه دونه کور کنم و یه نخ براش بذارم و نداشت. همینطوری اومدم. الان توی بافت هنوز اتو نشده. نگاه کنید این بالا هم اینقدر کور کردم تا اینجاست. این ارتفاع رو به من داد. اینجا 17 سانت من لازم داشتم برای قسمت بالای آستینم که ما همیشه وقتی که میبافیم توی باف بچه‌هایی که اندازه نمیگیرن همینجوری میبافیم وجبی میگیم یک وجب کامل باید بافته بشه تا این ارتفاع تاج برسه. برای این قسمت تاجم 12 تا دونه موند که همه رو با هم دیگه کور کردم. حالا آستین بعدی رو هم عین همین سر میندازم، همین تعداد دونه رو شروع میکنم سر میندازم. فقط دقت که میکنم اینه، حالا چون از این ور من شروع به کور کردم میکنم، این ور رو 7 تا کور میکنم، این ور رو 6 تا و مثل این یه نشانگر اون طرف این جلو این ور میزنم که قسمت جلوی آستینم مشخص باشه.